سلام بینندگان عزیز و محترم، نظاره‌گر برنامه گالری اتومبیل هستید که روزهای جمعه 8 بعد از ظهر و شنبه ها 6 و نیم عصر به وقت تورنتو و نیویورک برای شما دوستان عزیز پخش میشه. My goodness, don't you remember when you went first to school? You went to kindergarten. And in kindergarten, the idea was to push along so that you could get into first grade. And then push along so that you could get into second grade, third grade, and so on, going up and up. And then you went to high school, and this was a great transition in life. And now the pressure is being put on. You must get ahead. You must go up the grades and finally be good enough to get to college. And then when you get to college, you're still going step by step, up to the great moment in which you're ready to go out into the world. And then when you get out into this famous world comes the struggle for success in profession or business. And then, suddenly, when you're about 40 or 45 years old in the middle of life, you wake up one day and say, huh? I've arrived. And while it is of tremendous use for us to be able to look ahead and to plan, there is no use planning for a future, which when you get to it and it becomes a present, you won't be there. You'll be living in some other future which hasn't yet arrived. And so in this way, one is never able actually to inherit and enjoy the fruits of one's actions. You can't live at all unless you can live fully now. برنامه رو با یه توضیح کوچیک در مورد گالری اتومبیل، برنامه‌ای که از 2 هفته پیش شروع کردیم و این هفته سومیش هست رو فکر میکنم لازم باشه، به خصوص برای کسایی که تازه به جمع بیننده های این برنامه پیوستن. میدونید برنامه چرا BMW رو بیش از 4 سال برای شما دوستان عزیز به تصویر کشیدیم و تمام نکات ریز و درشت کمپانی BMW، چه از تاریخچه‌اش و چه از گذشته و حال و آیندهش، برای شما اطلاعات آخرین تولیدات رو همیشه به روز داشتیم. از اونجایی که اونر کمپانی اندوراس BMW تصمیم گرفت این کمپانی رو وسعت بهش بده، بزرگش کنه و به یک سوپر استور تبدیلش کنه که مجموعه از برندهای مختلف رو داره، که امروز روز در زمان کوتاهی ما بیش از 8 برند مختلف رو در یک مکان و یک جا میتونیم برای شما داشته باشیم و با یک سفر و در حقیقت با یک قرار ملاقات بتونید تمامی این برندها رو یک جا ببینید. ما هم تصمیم گرفتیم که برنامه‌مون رو کاملتر بکنیم و در برنامه گالری اتومبیل به تمامی این برندها در زمانهای کوتاهی که داریم به هر حال
از آخرین تولیدات، نحوه فروش ماشین ها، نوع بهره های لیس و فایننس و همینطور مقایسه اونها گاه و بیگاه بتونیم کمکی باشیم برای یک انتخاب بهتر و برتر برای شما دوستان عزیز. این هم توضیحی در مورد گالری اتومبیل که امیدوارم بیننده این برنامه باشید. هر هفته سعی می‌کنیم با آخرین تولیدات و اطلاعاتی که در مورد هر کدوم از این برندها به دستمون میرسه شما رو در جریان بذاریم و براتون تصاویری رو نشون بدیم و کمک کنیم آگاهی و اطلاعاتتون در مورد خرید ماشین، حالا هر برندی که خواهد بود، بیشتر و کاملتر باشه. نمایشگاه اتومبیل از همین امروز در تورنتو آغاز به کار کرد. این نمایشگاه اتومبیل یا تورانتو آتو شو که در محل کانونشن سنتر داونتاون تورنتو برقرار هست، از همین امروز 17 تا 26 فوریه در داونتاون تورنتو آماده هست برای بازدید شما دوستان عزیز. کسانی که درخواست بلیت تخفیف دار کرده بودن، بلیتاشون آماده است، میتونن مراجعه کنن به ITC TV و بلیت های خودشون رو دریافت کنن و بقیه دوستانی هم که هنوز موفق به تهیه بلیت نشدن میتونن از درب نمایشگاه خرید بکنن یا اینکه قراری با من بذارن برای تست درایو هر کدوم از این برندهایی که در برنامه معرفی میکنیم و بلیت مجانی نمایشگاه رو دریافت بکنید. بنابراین موقعیت رو از دست ندید، حتما سری به نمایشگاه امسال بزنید. حتی اگر تو فکر خرید ماشین هم نیستین، دیدنی‌های بسیار زیادی برای تمامی اعضای خانواده یک جا جمع شده، چه طرفدارا و عاشقای ماشینای کلاسیک، ماشینای اگزاتیک و تولید کننده هایی که آخرین تولیدات خودشون رو برای اطلاع رسانی به شما دوستان عزیز دیسپلی کردن و به نمایش گذاشتن. حتما سری بزنید با خانواده، مطمئن هستم یه روز بسیار لذت بخش رو در نمایشگاه تجربه خواهید کرد. The Detroit Motor Show at the Cobo Center is the first major event in the automotive calendar for 2017 and sees the BMW Group present its highlights for the coming year. Good morning and welcome to the BMW Group, ladies and gentlemen. Today it's our very pleasure to present a range of new models, most importantly, of course, the all-new BMW 5 Series. The world debut of the new 5 Series sedan also marks the start of the next chapter in a unique success story. اولین نمایشگاه سال 2017 در دیترویت امریکا برگزار شد. نظاره‌گر غرفه BMW هستیم در این نمایشگاه و معرفی نسل جدید سریای 5. همینطور که در برنامه‌های گذشته اعلام کردم، نسل جدید سریای 5 رو از همین امروز میتونید سفارش بدید و جزو اولین کسانی باشید که این ماشین زیبا و واقعا دیدنی رو در خیابان‌های شهر درایو میکنید. امکان دیزاین ماشین با توجه به نیاز شما برای آپشن هایی که نیاز دارید و همینطور رنگ داخلی و خارجی اون که چندین رنگ و آپشن های بسیاری برای اولین بار هست که برای سریای 5 معرفی میشه. برای اطلاعات کاملتر در مورد سریای 5 خوشحال میشم با شما دوستان عزیز با تلفن 416 471 6949 صحبت کنم تا اطلاعات کاملی رو در خدمتتون داشته باشم. The coming X7 production is underscoring the US site's long-term importance as a production base. Over the past 2 decades, we've invested a total of $7 billion in our Spartanburg facility in South Carolina. It is our worldwide center of competence for our X family vehicles. Spartanburg is now the largest plant in our global production network, and I think that is a clear statement about our commitment to this country. The concept X2 hints at what the future has in store. With a clear design of its own, it's due to enter series production in 2018 as the BMW X2. از نکات بسیار دیدنی و بارز
این نمایشگاه معرفی ماشین کانسپت X2 بود که توجه زیادی رو در این نمایشگاه به خودش جلب کرد. Is well and truly underway. بسیار خوب، این هم از نمایشگاه دیترویت. پس یادتون باشه نمایشگاه بین‌المللی اتومبیل تورنتو رو از دست ندید. از همین امروز تا 26 فوریه ساعت کار این نمایشگاه هم از 10:30 صبح تا 10 شب هست، غیر از روز یکشنبه آخرین روز که تا ساعت 6 بعد از ظهر هست. به امید دیدار شما در نمایشگاه و یادآوری این نکته که پس فردا روز یکشنبه 19 فوریه خود من هم در تمام مدت نمایشگاه از صبح تا 10 شب در غرفه BMW منتظر شما دوستان هستم. لطف میکنید تشریف میارید و ضمن بازدید از غرفه BMW اگر احیانا توضیحاتی، اینفورمیشنی و کاتالوگی نیاز دارید خوشحال میشم با شما دوستان عزیز صحبت کنم. ضمن اینه که در حال حاضر با توجه به شرایط بسیار مناسب بهره ها بهترین زمان هست برای گرفتن ماشین های نو و دمو، به خصوص دمو که میتونید از دیسکانت و تخفیف ویژه‌ای هم استفاده بکنید و با بهره پایینی که میدید یکی از بهترین انتخاب ها و زمان مناسبی هست برای لیس ماشین اگر که اوردی و از قبل میدونید چه ماشینی رو میخواهید و دنبال چی هستید. بنابراین برای آگاهی از لیست ماشین های دمو، همینطور بهره های ماشین ها و شرایط لیس و فایننس میتونید در تمامی روزهای هفته تماس بگیرید. با هم اطلاعاتی رو که نیاز دارین در خدمتتون خواهم داشت. بریم ما هم یک کامرشیال ببینیم و در ادامه در خدمتتون خواهم بود. آیا میدونستید چیزی در حدود 5 سال از عمر شما داخل اتومبیل میگذره و در طول دوره زندگی 10 تا 12 تا ماشین میخرید؟ حالا اتومبیل به خونه دوم ما تبدیل شده و در خرید اتومبیل به نکات بسیاری از اون جمله سیفتی اتومبیل، ظاهر اتومبیل و همینطور پرفورمنس اون توجه خاصی رو داریم. خریدن اتومبیل پروسه نسبتاً سختی شده که در اون به سوالات بسیاری باید پاسخ مناسبی داده بشه. سوالاتی از قبیل چی بخرم، از کجا بخرم، کی بخرم و چگونه بخرم. و من سعی میکنم به این سوالات جواب منطقی رو بدم. کوهیار قاضی هستم با بیش از 17 سال تجربه که بیش از 7 سال اون در اندورس BMW سپری شده. به عنوان اولین کارمند نمونه آنتاریو انتخاب شده از طرف دیلر ریدر و همینطور اولین گلد مستر این کمپانی در تمام کانادا در کنار شما هستم از ابتدا تا انتها و تضمینی است برای صرفه‌جویی هزاران دلار پول و انتخابی مطمئن برای شما طرفداران BMW. من همیشه در کنار شما خواهم بود برای یک گفتگوی دوستانه و صادقانه تا ضمن صرفه‌جویی هزاران دلار کمکی باشم برای یک انتخاب مطمئن. نسل جدید سریای 5 با تغییر مدل به مارکت معرفی شده. به جای 528 530 رو خواهیم داشت و به جای 535 540 اما انجین همون انجین 6 سیلندر برای 540 و 4 سیلندر برای 530 خواهد بود. پکیج های به اصطلاح پریمیوم، اگزیکیتیو و همینطور ام اسپورت لاین رو دیتیلش رو همکنون آماده هست، قیمت ها آماده هست، همینطور بهره ها چه برای لیس و چه برای فایننس. بنابراین از همین امروز میتونید ماشین مورد دلخواه خودتون رو سفارش بدید و همونطور که گفتم جزو اولین نفراتی باشید که این ماشین های زیبا رو درایو میکنید. در نمایشگاه نمونه های از سریای 5 رو خواهید داشت و در دیلرشیپ اندورس BMW هم آماده هست برای تست درایو و همینطور بازدید شما. اگر فرصتی کردید و تو فکر خرید سریای 5 هستید،
فرصت رو از دست ندید. Life taught me that success requires hard work. No way around it. Always have a clear vision. Realize timing is key. Be willing to push yourself. Keep moving forward. Trust technology to support you. And make sure you stay in control. And remember, your biggest competitor is yourself. لیک ریج لکسس گشایش پیدا کرد حدوداً بیش از 2 هفته میشه تقریباً و در همین 2 هفته‌ای که این دیلرشیپ باز شده استقبال واقعاً زیادی از مدل‌های مختلف لکسس به خصوص NX پیش اومده و فروش بسیار بالایی رو تجربه کردیم ما. برای اون دسته از دوستانی که به فکر خرید لکسس هستن و شاید تو ذهنشون دلشون میخواد مقایسه‌ای بین BMW و حالا مدل‌های مشابه لکسس داشته باشند، میتونید قراری بذاریم تشریف بیارید، تست درایو برید، مدل‌های مشابه رو و مقایسه کنید، بهره‌ها، قیمت‌ها و از این مجموعه بهترین رو انتخاب کنید. خوشحال هستم اعلام کنم که جگوار و لندروور، نمایشگاه اتومبیل جگوار و لندروور و همینطور ولوو همزمان در 2 ساختمان مجزا و ساید بای ساید بغل همدیگه از دوشنبه‌ای که در راه هست افتتاح میشه و شما به مجموعه قبلی که اندوراس BMW، لیک ریج، لکسس بود، جگوار و لندروور و ولوو رو به اضافه اینفینیتی که 1-2 سالی هست افتتاح شده رو یک جا خواهید داشت. مدل های زیادی آماده بازدید شما و همینطور تست درایو هست، بنابراین هیچ فرصتی رو از دست ندید تا قراری بذارید. حتما تاکید میکنم قراری بذارید، چون بدون قرار قبلی اگر مراجعه بکنید، چون برندهای زیادی هست و زمان زیادی میبره، متاسفانه ممکنه اون مقدار فرصت موجود نباشه، مگر اینکه واقعا روی یه برند خاص و یک مدل خاص نظر دارید که قدمتون رو چشم هر زمانی که دوست داشتید تشریف بیارید. در غیر این صورت تماس بگیرید و ضمن دادن اطلاعات ماشین‌های مورد نظر خودتون اجازه بدید که هماهنگی‌های لازم انجام بشه تا بتونیم یک در حقیقت تست درایو و تجربه موفق رو برای شما به وجود بیاریم با امکاناتی که یک جا در لیک ریج آتو گالری برای شما در نظر گرفتیم. یکی از بهترین و در حقیقت میشه گفت آس کمپانی جگوار لند روور
ماشین بسیار بسیار مناسب و دیدنی دیسکاوری هست. از مجموعه ماشین‌های دیسکاوری، لندروور دیسکاوری کلیپ بسیار زیبایی رو در آفرود داریم که مطمئن هستم از دیدنش لذت میبرید. لندروور دیسکاوری یکی از پرطرفدارترین SUV های دنیا هست. استفاده از آخرین تکنولوژی، طراحی و دیزاین بسیار زیبا و قدرت فراوان این SUV اونو به یکی از محبوب ترین SUV ها تبدیل کرده. میتونیم اونو با X5 BMW مقایسه بکنیم. از لحاظ سایز، امکانات، فضای داخلی و استفاده از آخرین تکنولوژی ها در مدل های مختلفی عرضه میشه و توانایی واقعا بسیار بالایی رو با این SUV به خصوص در جاده های آفرود میتونید تجربه کنید. ماشین های لندروور و همینطور رنج روور ماشین های بسیار شکیل، زیبا، طراحی و دیزاین زیباتر و قدرت فراوانی داره. یکی از نکاتی که به هر حال شاید به عنوان برترینش ازش نام برد زمانی هست که احتیاج به قطعات داره ماشین، که یکی از مشکلات موجود در اون بک‌اوردر بودن اکثر قطعات هست که زمان زیادی طول میکشه تا قطعات از انگلستان وارد بشه. به همین دلیل زمان نسبتاً طولانی رو گاهی باید منتظر بمونید و با ماشین رنتال این ور اون ور برید تا ماشینتون آماده بشه. از نکات دیگر هزینه نگهداری ماشین هست که مثلا در مقام مقایسه با BMW هنوز هم شما به مینتیننس این ماشین جداگانه باید پرداخت داشته باشید و جزو وارانتی نیست، در حالی که برای BMW شما 4 سال 80,000 کیلومتر کاملا مینتیننس فری خواهید داشت. اما از توانایی های رنج روور اینها چیزی رو کم نمیکنه. با هم به تصاویری که بسیار هم گویا هست در جاده های ناهموار و موقعیت های صعب العبور نگاه میکنیم که با چه توانایی یکی پس از دیگری رو ازشون عبور میکنه. اگر در مورد لندروور نیاز به اطلاعات بیشتر و کاملتری داشتید، خوشحال میشم تماسی داشته باشید. تلفن 416 471 6949 تلفنی است که پاسخگوی تمامی نیازهای شما برای کلیه این برندها خواهد بود. بریم سراغ اینفینیتی که در 1-2 ماه گذشته مدل‌های بسیار متنوعی رو معرفی کرده و در همین مدت کوتاه هم برای کسانی که طرفدار اینفینیتی هستند مدل‌های کوچکتر و کم به اصطلاح حجم‌تر از لحاظ سایز موتور رو به خاطر تقاضای مارکت معرفی کرده که سعی می‌کنیم در برنامه‌های آینده تعدادی از این مدل‌ها رو براتون معرفی کنیم و به تصویر بکشیم. اما یکی از بهترین‌های اونا رو برای این هفته انتخاب کردیم که Q50 هست. با هم نگاهی می‌اندازیم به کامرشیال زیبایی
as Q50. If you're looking for a car that drives you, something that takes the wheel right from your very hands, this isn't that car. Because the Q50 isn't made for backseat driving. It's made for driving, giving you the tech and the confidence to put you in a position of power, otherwise known as the driver's seat. The first and only car with direct adaptive steering. The Q50 from Infiniti. در لیک ریج آتو گالری برندهای اندوراس BMW، مینی، اینفینیتی، لکسس، جگوار، لند روور و همینطور ولوو آماده هست تا کلیه نیازهای شما رو در یک مکان برای شما برآورده کنید. مجموعه تیمی که در لیک ریج آتو گروپ آماده هست میتونه واقعا تجربه به یاد موندنی رو برای شما در مورد خرید ماشین‌های چه برند نیو و چه دمو و حتی یوزد داشته باشه. برای بازدید از هر کدوم از این برندها و تست درایو حتما تماس بگیرید، قرار قبلی بذارید. خوشحال میشم شما رو در هر کدوم از این نمایشگاه‌ها ببینیم و از نزدیک توضیحاتی رو که مورد نیازتون هست در خدمتتون داشته باشم. کلی برنامه رو دستمون موند، وقت چندانی نداریم. به امید دیدار شما در نمایشگاه روز یکشنبه که از صبح تا شب خود من هم اونجا هستم و دیدار در هفته آینده. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار، به امید دیدار. Some things are not what they appear to be. Other things are exactly what they appear to be. The 306 horsepower Lexus IS 350, as aggressive as it looks.